тоҷикистон имсол тасмим гирифт майдони кишти пахтаро васеътар кунад. طبق نقشه وزارت کشاورزی کشور که مسئولانش آن را دورنما می‌خوانند، امسال باید در میدان نه کمتر از 187,000 هکتار پخته کشته شود. طبق این دورنما وزارت کشاورزی میدان کشتی پخته را در قیاس با سال قبلی 25,000 هکتار و یا 19% بیشتر کرده است. این در حالی است که طی حداقل 5 سال اخیر میدان کشتی پخته در تاجیکستان پیاپی کمتر میشد. سال قبلی دهقانان تاجیک در میدانی بیش از 160,000 هکتار پخته کشته طبق جدول‌های آژانسی آمار در مجموع 270,000 تن طلای سفید به دست آوردند. از این جدول برمی‌آید که بیش از همه ولایت ختلان با زمین‌های وسیع و مساحت بزرگش به کشور پخته داده است. اما اگر نتیجه‌های حاصل را با سال 2014 قیاس کنیم، باز هم خواهیم دید که قریب 29% کمتر است. هرچند مسئولان وزارت کشاورزی از گفتن کلمه نقشه ایبا ورزیده آن را دورنما می‌خوانند، اما از عوض شدن این کلمه ها شیوه کار تغییر نمی‌یابد. با تصدیق این دورنما در وزارت و نهادهای گوناگون با آهستگی ندای رهبران خواجگی‌های دهقانی بلند می‌شود که می‌گویند مقامات در نواحی آنها را مجبور می‌سازند که در زمین‌های زیر اختیارشان محض پخته کشت کنند. رهبران خواجگی‌های دهقانی در ولایت‌های سوغد و ختلان از آن نگرانند که اگر آنها در زمین‌هایشان تنها پخته کشت کنند، از این چندان فایده زیادی به دست نمی‌آورند. چون که پرورش این زراعت خراجات و زحمت زیادی را می‌طلبد، اما دهقانان هنگام گرفتن حاصل پخته در فروش و تعیین کردن نرخ آن آزاد نیستند. در بسیاری از موردها رهبران ناحیه‌ها دهقانان را مجبور می‌سازند که پخته به صد زحمت پرورش کردهشان را با هر قیمتی باشد به کارخانه پخته تازه‌کنی محلی زیستشان فروشند. منفیت رهبران ناحیه در آن است که کارخانه‌های پخته تازه‌کنی بیکار می‌مانند و با سپردن انداز بودجه ناحیه غنی می‌شود. اما از این گونه دادوستد در اکثریت موارد دهقانان زیان می‌بینند و از زحمت سنگین یک ساله‌شان تنها غوزه پایه باقی می‌ماند. کشاورزان میگویند برای کشتی پخته در یک هکتار از 4 تا 5,000 سامانی مبلغ ضرور است، مبلغی که حالا اکثر خواجگی‌های دهقانی در دست ندارند. در این راستا مسئولان وزارت کشاورزی ادعای خیش را پیش می‌آورند که از استحصال پخته نه تنها ساحه کشاورزی بلکه عرصه صنعت سبک نیز وابسته است و در صورتی که دهقانان در خواجگی‌های دهقانی پخته کشت نکنند، بسیاری از ساحه‌های دیگر اقتصاد تاجیکستان زیان خواهد دید. اگر به جدول آمار صادرات کشور نظر کنیم، پخته برای تاجیکستان مثل سالهای قبلی دیگر اشیای اصلی صادراتی نیست. در سال گذشته 2015 کشور به خارجه به قیمت 144 میلیون دلار پخته صادر کرده است که کمی بیش از 16% مجموع صادراتی کشور را تشکیل می‌کند. اما در پس منظر کم شدن واردات اسعار از سوی مهاجران و کمبود اسعار خارجی در بازار ارز داخلی، برای تاجیکستان هر گونه منبع واردات اسعار خارجی از جمله صادرات پخته به خارج کشور اهمیت بیشتر پیدا کرده است.